بیشتر صنایع دستیه و یه بخشش هم محصولات قدیمی و آنتیکه، یعنی مثل چیزای خیلی قدیمی دیگه. عتیقه جات. خیلی شلوغه. ببینید چقدر تنوع دارن. مجله‌های قدیمی، روزنامه‌های قدیمی. دانشمندای هسته‌ای بودن، چند سال پیش ترور می‌کردن تو ماشین، یه مدت خیلی زیاد بود. اینجا ماشیناشون رو گذاشتن. این فکر کنم اونی نبود که تازه عروسی کرده بود که چندن اینا؟ 450. یکی بریده شده. که بریده میشه یه دونه 40 ساعت توش داره. دیر اومدیم، آدم دوست داره از صبح بیاد اینجا قشنگ بگردیم. قشنگترین بخش اینجا این مغازه بود. ببینیم خب گردو درست شده. سکتار رو ببینیم. کلاهاتون چنده؟ 260. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ ما اومدیم با یه ولاگ دیگه. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره که با هم الان مدت هاست، یعنی هفته هاست که منتظر چنین روزیم که پویان یه جمعه فرصت کنه منو ببره اینجایی که قراره بریم. ما هم تصمیم داریم بریم تهران، به شلوغ‌ترین جمعه بازار تهران که یه بازار خیلی بزرگه. آره معروفه، احتمالا اسمشو شنیدین، جمعه بازار تهرانو. پروانه بهش میگن. جمعه بازار پروانه هم معروفه که بیشتر صنایع دستی و اینجور چیزاست. حالا همه چی داره ولی بیشتر صنایع دستیه و یه بخشش هم محصولات قدیمی و آنتیکه، یعنی مثل چیزای خیلی قدیمی دیگه. عتیقه جاتو. عتیقه که نمیشه گفت ولی چیزای قدیمی. آره خیلی جالبه. صنایع دستی هم یعنی صنایع دستی سنتی نه، مثلا لباسای هنری، وسیله‌های هنری با چوب، مثلا هنر دست چوب، تابلو، لوازم خونه، سفالی، کلی از اینجور چیزا دارن. حالا بریم امروز ببینیم چه خبره و چیزی عاید ما میشه یا نمیشه. با ما همراه باشین. امیدوارم که شما هم مثل ما از دیدن این ویدیو لذت ببرید. من خودم قدیمی زیاد چیزای قدیمی مثلا دوست نداشتم. همیشه کلا سلیقه‌م اینه که چیزای مدرن رو به چیزای مثلا قدیمی ترجیح میدم. ولی جدیدا مدتی مثلا وسیله‌های نوستالژیک یا مثلا خونه‌های قدیمی، قاشق چنگالا، بشقابا، همش برام خیلی جالب شده. انگار مثلا توش کلی حس و خاطره و اینا هست. حالا نمیدونم سلیقه شما چطوره، مثلا شماها چیزای قدیمی دوست دارین یا اینکه نه شما مثلا طرفدار چیزای بروز و مدرنی؟ امروز قراره بنده خدایی منو با مترو ببره. مترو خوبه دیگه، آرامش داره. برای راننده آره. من اصلا اعصاب رانندگی ندارم. ایرانم که دیگه اگه بودیم که میدونیم دیگه روز به روز بدتر میشه. مترو گلشهر کرج. البته سر ظهر انقدر دوباره این آنفرانس جدیده که اومده مثل اینکه زیاد شده دیگه باید ماسک زد. چه روزایی بود، روزای کرونا. یا با پاسور برد تنواسیات شیک از این اشکن کسی برد پاسور خواست بیادم با کیفیت اول ببینید.
خوشگله. من یه بار اومدم و الان دومین بارمه و مطمئنم که شما هم عاشق اینجا میشین، از بس کارهای خوشگل هست. و چون ساعت کاریش تا غروبه، دم غروب دیگه قلقله میشه. چند قیمت هم؟ خیلی خوشگله، بخرم. خوشگله. کلاهاتون چنده؟ 260. خیلی لئوه. بچه اینا همه کار دسته، نقاشی ها. که بریده میشه یه دونه تمساح توش در میاد که این تمساح یه دونه دون داره که میسیسی از چیزی سابقه. این کار گردنی هم داره، اینا گردن خودم هست کار چیزه، همه کار هم دو شده. به نظرم قشنگترین بخش اینجا این مغازه بود. ببینید خب گردو درست شده. چندن اینا؟ خیلی خوشگلن. باحاله. ببینید چقدر طرحه. ببینید از این سه تا خوشم اومد. یه دونه اینه، پروانه است. یکی این ستاره دریاییه، یکی هم این چشم نظره. یکیش حالا انتخاب میکنم. بندش از این هست، جنسیه. همیشه دنبال اینا میگردم، هیچ وقت حروف پیدا نمیکنم. جاودی ها، زیر سیگاری. خودم جایزه خریدم تا نگاش کن. برای خودمه. نگاه کن. این طرحش رو انتخاب کردم. اونجا همه گفتن این طرحش خیلی خوشگله. برگردون سمت دوربین. همه گفتن این خیلی خاص تره. تو پوست فندق درست کرده با رزین. خوشگله. این سمت عتیقه فروشی ها و چیزای آنتیکه. بریم اونجا هم بهتون نشون بدم چقدر باحاله. اینو چه باحاله. آره از اون که تایپ میکردم. برو جلوتر. اتو آینه رو چقدر قدیمیه. سکه رو ببینید. Like a
اینجا رو چرخه گوش هر چی که فکرشو کنید دیگه. حتی اینجا رو ببینید من از لیوان ها دارم سرویسش رو پارچه لیوان سرخ سنگالا رو ببینید. مجله‌های قدیمی، روزنامه‌های قدیمی. هر جای مصطبا رو ببینید چقدر بازارش بزرگه تموم نمیشه. یعنی حالا من داخلش رو دیگه همه رو فیلم نگرفتم، گفتم یه وقت تموم میشه بیام این سمتم بهتون نشون بدم. کل فرشه خوشگلی گیلیم فرشن البته. خوش رنگه. ببینید چقدر تنوع دارم. هم دست بخوان. رنگ ثابت همه کارم. اینو خسته نباشی. وای اینا خیلی خوشگله بچه ها. وای اینا رو ببینید، بر دیوار کوب خیلی خوشگله. چندن اینا؟ 450. پالتو 450. جلیقه، کوه، دامن، کلاهی بانمکی. بچه اینجا همه کاراشون کارهای هنری، اکثرا دست سازه. دستی این چقدر خوشگلم. اشکال نداره فیلم میگیرم؟ نه شما نیستی اصلا.
چقدر جالبه. اینه چیه؟ آها اینا رو چقدر خوشگلم. مرسی. ببخش خیلی شلوغه. نه شما بزنید من میرم میگیرم. نه دیگه ساده چی هم مگنتم چقدر گولی هم بله بدیم من اونو بشم این چیز اینو میخواییم بچسبونیم اونو مگنتشو بیار خودت بکنم میخواد چسب بزنه نه چه باشه شاید هم تو گراژ باشه آخه چسب آدم دوست داره دیر اومدیم. آدم دوست داره از صبح بیاد اینجا قشنگ بگرده تا بعد از ظهر، چون خیلی اگه دقت کنید تو چیزای خوشگل میتونید پیدا کنید. اینا دوباره مد شده ها. چند قیمت این سبزه؟ خدا وای اینا میچرخونن زندگی رو دیگه. ما که فقط پول نمیاریم. خوشگلم. پارچاتون چنده؟ 250. باید تکون منحصر به چا؟ تکون منحصر به فرد انگشت چطوری؟ خوش گذشت بهتون؟ سرد شده. یه خورده من قول می‌زدم که چرا گرمه، الان یه خورده هوا خیلی بزرگ شده بود جامعه بازار. قبلا طبقه دومش انقدر بزرگ نبود. یعنی من نرفتم اصلا طبقه دوم. من از پویان جدا شدم. گفتم بابا بذار من یه دل سیر اینجا رو بگردم. 3 برابر شده. خدایی بیشتر غرفه اجاره کردن دیگه. بریم اینجا هم ببینیم. یه خورده اینجا هم یه موزه هست. آره انقدر دلم میسوزه. این دانشمندای هسته‌ای بودن چند سال پیش ترور میکردن تو ماشین، یه مدت خیلی زیاد بود. اینجا ماشیناشونو گذاشتن. بریم ببینیمشون. مربوط به دانشمندای هسته‌ایه. حالا راجبش توضیح دادن. ببینید فقط چی؟ اولیش بود. ماشینشو ببینید چه بلایی سر ماشین اومده. ترکیده بنده خدا. خب چجوری اینجوری شده؟ بمب میچسبونم بهش دیگه. ها این بمبای مگنتیک نوشته بکنم. حالا بیایم بعدی. اکثرا به دراشون بمب میچسبونن. آره اکثرا درا مثلا ناقص شده. دو
بمب در داخل خودرو. اوه آره، احمدی روشن، شهید احمدی روشن. این فکر کنم اونی نبود که تازه عروسی کرده بود که یادم نیست چون گل گذاشتن میگم. خیلی‌هاشون جوون بودن. اکثرا جوون بودن نامردا. اینم شهید شهریاری پژوهشگر بمب در خودرو تو ماشینش دانشمند. عکسش هست. آخه بذار بنده خدا خانواده هاش اینجا دردی کشیدن. اینم شهید عباس دوانی رئیس انرژی اتمی ایران. این چی بوده؟ نمیدونم. این بمب در خودرو. همشون اینجوری فکر کنم. یه مدت خیلی زیاد شده بود. انگار شلیک هم. آره. بیا آخری هم ببینید. ماشینش چی آخری؟ داریوش رضایی نژاد، مجری طرح‌های تحقیقاتی و دانشجوی دکترای مهندسی برق، متولد 55 سال 90 از ضرب 6 گلوله. آره، توسط 2 تروریست موتورسوار در مقابل دیدگان همسر و بچه‌هاش. آخه خدا، اینو جدید آوردن، نبود قبلا. سال 90 شاید شد. آره ولی ماشینش نبود، جدید آوردن. از جلو هم شلیک کردن. از جلو زدن دیگه. ببین از جلو زدن، از اون عقب تیرو فکرم در رفت. خوشگلن اینا. به این بافتنی ها مکرمه بهش میگفتن. وای بچه ها، این پیرنا خیلی راحته، خنکه. اینجا رو لباسای سنتیه برای حالا جنوب و جاهای مختلف. با تیکه های فرش درست شده. چقدر خوشگله. پاسه دیگه اینجا رو ببینید، تابلوهای خوشگلی هست. ببینید خیلی نازه.
خوشگله. چند قیمت هم؟ چقدر بامزه. از اون بهترین کوکا کدی خون زمزم چقدر بامزه واقعا. باقی باشی مرسی عزیزم، مبارکتون باشه. خواهش میکنم. چندم؟ قابلتون رو عزیزم 210 این آقا زیرش. آقا ببر ببینید پرپر شده. به این چی میگن؟ میدونی؟ هواپیما عراقی هست. اوه ایرانی نیست. آره من یه لحظه اتوبوس دیدم فکر کنم واقعا توش آدم نشسته. گله رو آدرس اینجا رو میگی دقیقشو؟ شاید خیلی ها دوست داشته باشم بیام ولی ندونم. کنار باغ پارک آب آتش دیگه. با مترو بخوای بیای با مترو حقانی و پیاده شی. آها. بعد بیایم اینجا توی این موزه مسیر موزه دفاع مقدس رو رد کنیم. دیگه اینجا مشخصه دیگه بپرسی بهتون میگم. آره. مثلا جای اسپورت بزنیم. آره. ببینید اینجا این تانکا آوردن اینجا گذاشتن. تانکای جنگیه، تو دوران جنگ بوده، همه ترکیده. آره دیگه خب چون داری سربالایی میری اب نداره. این یکی دیگه است. تا اون بالا همش مثلا از اینجور چیزا. تانک T-60 ساخت کشور روسیه. الان اگه جنگ شد دیگه این تانک‌ها رو ندارن. دلی بابا بریم سوار مترو شیم.